تا ویژگی که باعث پیشرفت ما میشه میدونید چیه؟ 1. صبور باشیم. میدونید چرا؟ چون وقتی میخوایم نمایی رشد بکنیم اولش ممکنه رشد چندانی نداشته باشیم، اما زمانی که میگذره آروم آروم رشدمون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. 2. باید زیاد بخوایم. آدمایی که میبینی با تلاش به چیزای زیادی رسیدن چون زیاد خواستن، و اونی که میبینی به چیزای کمی رسیده واقعا عمیقا کم خواسته. این یه واقعیته. الان ممکنه بگی بابا ولم کن، من خواستم نشده. عمیقا از ته دلت نبوده. بهت قول میدم، چون اگر واقعا از ته دلت میخواستی تا همین الانم پاش میموندی که بالاخره اون اتفاق بیفته. پس عمیقا از ته دلت نخواستی، همجوری یه حال کردی بشه. باید عمیقا بخوای رفیق. کل حرفم اینه، اگر تو زندگی کم داریم چون کم خواستیم. تمام.